What's up guys؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل ما دوتا. سلام. خب خوشم. خب الان صبحان توضیحات کافی میدید، من خودم حال ندارم. امروز اومدیم که بریم که ساندویچ بهتری میسازه درست کنه. آره خب هیچ دیگه حرفی نمیمونه، فقط بدون معطل بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب الان بریم که وسایل رو بگیریم و اینا. شما همراه ما باشین. بریم. ادیتور اینجا پری روز مصطفی دیافراگمش که باش شد، هوا رو آلوده کرد فقط گوز دیگه قاشق. پری روز مصطفی دیافراگمش که باش شد، خودشو خالق کرد رنگ رو خیش چه باش شد. چه بوی گنده داره میایه، نفسم کم میاره، یه راسوی وحشی انگار. واه واه استرو بتر چه زنده، تو گذوی رو سیاهه، بوچو ست ما رو چلونده، بگوز داغ و غم پهلو میدی تو داماغو بتر سوزونده. من یه مردا میپزم تو مشغولی خوردنه، میمیری کش نده آخو میمیری گوز ندی، یه گوز و یه منزوی ول میدی آخو چه گوی. موالت واسه این چیزاست برین اونجا ول بدین. من یه مردا میپزم تو مشغولی خوردنه، میمیری کش نده آخو میمیری گوز ندی، یه گوز و یه منزوی ول میدی آخو چه گوی. موالت واسه این چیزاست برین اونجا ول بدین. من یه مردا میپزم تو مشغول خوردنی، میمیری چش نده آخو میمیری گوز ندی، یه گوز و یه منزوی ول میدی آخو چه گوی. موالت واسه این چیزاست برین اونجا ول بدین. آقا شما داری میرینی برو برین، زیادم برین، یه استانبول برین. بباسی لحظه. خب الان بریم که ساندویچمون رو درست کنیم. فقط یه لحظه. ای بابا نه مثلا همین یه پای اینستایی. نه واسه نه بابا ول کن. خب ولمون کن. داداش مرغا رو بیار همینجا دیگه. مرغ کو ها اوکی. باید چه رفتی اونجا ها. سوانی کندش بفرم. ای تو لطفا در فروز. خب اوکی بریم دیگه. خب اولین مواد ما ژامبون، کلباس، اینا. یه ذره ژامبون داشتن. بذار من اینو باید اینجوریش کنم، بذارم لنو اینم باید. خب ژامبون ما که گذاشتیم. خب ژامبون الان وقت خیار شوره. نه وقت خیار شوره. آره که وقت خیار شوره. من بابا این میتونم خیار شوره کجا؟ یس اوکی. نیاز به مرغا رو رسات کنیم. ریختی همین دیگه. خب یه دونه از همینا برمی‌داریم خیار شوره. چه بوده میزنم بیشتر منطق نکنه اولا خیلی منطقش درست کنه. منطقش با کسی شوخی نداره.
3 تا دونه ما به روش ریش میکنیم اینجوری و این هم آخری. تو کاش پشت صحنه میدی که میخواست نونو با خب چاقو چرا الان میریم سراغ مرغ. الان من سعی میکنم صبحانه نه مرغ که نه چیپس. کپی رایت خالصه. کپی رایت خدایا یه جایی دیده بودم میگفتی نه اینجا خم کن این اینجا خم کن بکن تو اینجوری بعد دارم میگه بچه سزر کنش اونک ما خودم پوستم سیاهه تو دیگه رنگم نزن به وجودم پرشین شست و دیگه سنگم نزن نتیجه تو اینستا بله این از تو سرت مثلا از مرغ که اضافه کردیم به ژامبونمون میایم ژامبون پخته باز اضافه میکنیم دردون فیلم اونجا که گفتم ادیتور گردن فیلم بذار چون ادیتور با من یکم لج داره احساس میکنم نمیذاره لطفا بذار. سلام بهونه قشنگ من برای زندگی. آره بازم مرغا کو تو که قرار نبود مرغ بزنی تسگم اوکی آره بخون من تمام سوسر بیا. خب من به تو از این قسمتش میدم. اگه پول دارم بشم باز این کار میکنم چون داشته باش. خب اگه پول دارم این کارو که کردیم اصلا نیاز به منطق داریم. منطق کجاست؟ میایم کلی باز ژامبون اضافه میکنیم ژامبون نپخته یکم چیز میخوریم. حالا که سمن شد یکم چیپس میخوریم داداش نه خب میریزیم داخلش. اوکی مال من آماده است فقط یکم زشت شده که وقت آماده است. خب بچه هنوز مال من آماده نیست چاقو رو آها چی مال تو تموم شد بده من بابا هر سیکتیر کن بابا دکتر سیکت ها بزن اون از باسایی داره آخه من بارسه کل اسپانیا به چمپیونز لیگ می‌نازه که شما چمپیونز لیگ می‌نازه چیه؟ یه چیز بگم بگم بابا اوکی چرا خودم وایسا خب بچه من تصمیم گرفتم که خیارشور نذارم تو منگولی چون که خیارشور چون خود ما تست کردیم ما فقط خریدیم و مزه خوشمزه نمیده. خب آقا ما این برم نصفش 3 تیکش رو سیبا کنیم. یه تیکه رو خودش میخوره یعنی میدیم به بقیه خودش میخوره یه تیکه رو میدیم به بغلی یه تیکه با دو میخوره. البته من گفته باشم خب این اولا مثل آدم خب الان به این جاش من ممکن یکم بریزم. این چیه؟ تا ساندویچ آماده میشه بریم سراغ ساندویچ تو بیار از خب الان دقیقا چرا میذاریش فوق تو توستر؟ نذار تو توستر بابا طول میکشه جان. اما تا موقعی میذار داخل توستر یه چیپس میخوریم تا مال من میپسه خب ما تو رو میخوریم. او من دوغام بریزم نه
درش برای اسپانسر نشده نشون نده. ها اسپانسر نشده نشون نده. اوکی سانسور کن سانسور کردی؟ نکنین ما از من خیلی وقت به خودم تو جنگه. بودو آفرین بکن فورش رو این نجفی گرفتم یا نریزه حالا دوستی بفرمایید. اینم بریم دو قسمت باش خواهی. خب ساندویچ من دوغمو بریزم. خب الان ساندویچ من. خب چرا 3 تیکه کردی؟ این تیکش برای تو. خب این دو تا تیکش هم برای خودم. این رو با دوغ میخورم اینو خودم. بریم 3 2 وایسا. خدا خیلی خوشمزه شدم. خوش نمره بده. وایسا. خودم 9.5 نه 8.5 8 تا نیمه آره 8 تا نیمه رو دارم. 8 تا نیمه رو میام داره. منم 8 تا نیمه. میگم باشین جمعی. آقا چیپس اضاف داریم خب؟ ولی تو چیپس رو کم میخواه. وای الان با پرتقالم بخوره اصلا اهمیت نمیدن. خالی. بخورم چیزی داری با میخورم؟ بگو به درست بخور دوستان پشت سرنه هم کالباس کب میشه. بخورم اصلا این قسمتی هم قرار بود با دو بخورم. بریم دو داشت از جنگل گیر کرد. من میبرم اینجوری هم لیاقت 8 رو داره. یعنی دوخت با سس کم بباید قبل از این که اصلا من این ساندویچ رو بیارم وایسا گفته باشم به قیافه نیست. به ظاهر نیست به باطنه. تو به صدامون بد افتاده باشه. تو به صدامون بد افتاده باشه. ما تو خاموش نشده. خب دادا پرملاته. پیتزا به خدا این قسمتش واسه بچه اگه پاس داری ویدیو دوست داری حتما تو کامنت بده. این واسه اوراس چه شد این هم دیگه بر خودم.
یکم قیافه ساندویچ هم بده وایسا. سس مخصوص هم من دارم. بچه راستی منتظر ویدیو دیس و دیسلایک باشین. بریم و ببینیم مال صبح ها چجوریه. نمبر انصافه انصافی به این ببین دیگه سوسو بده جانده بری لازم مشکلاتو بزن مثلا داریم خیلی خوشمزه است ناموسن 8 میدم ناموسن 8 خوش نه نه این در حد ساندویچ چطور؟ نه 9 میدم 9 دیگه خدای خیلی خوبه. نه نیم فقط ساندویچ تو دارم خدای والا من یعنی بد بود باید تو هم نبود ولی این چیزاش پرمعطره. مرغ پنیر پیتزا هم داره. نیم خدای حیوان نونی رو بره. نه من نونی برنده کیه؟ ایتون آقا یه لحظه دست بگش ایتون یه تاج برام بزن. خب بچه هم من دیگه واقعا نیاز به شام ندارم. نه برم میخوام ولی خب من با این ساندویچ هم پیچیده شده ولی خب یه دور دیگه باید بپیچیدش. نکنیم ویدیو قبلی رو میگم دو بودی من آی من هم باید ساندویچ خال میکنم. خب خیلی خوبه خوشمزه مورد تو دارم باید ساندویچ نکن دیگه خدا وقتشون خیلی گرفته. چی؟ وقتشون خیلی گرفته. از ویدیو بعد مرسی که تا اینجا ویدیو نکردیم تا ویدیو بعدی فعلا گود بای.